بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر محمد نصیر هستم، مسئول پروژه کانال چارکار. کانال چارکار به طول 24 کیلومتر طولش است و دارای 5000 هکتار زمین از این آبیاری میشه و 11200 فامیل از این استفاده میکنند. و این کانال در سال 2014 از بودجه بانک جهانی می باشد با شرکت خالد درانی قرارداد گردید و کار آغاز کرد که این کانال دارای 24 کیلومتر است که شامل کندنکاری است، پرکاری است، همچنان انتقال خاک از این می باشد که در این مسیر همچنان ساختمان‌هایی داریم که دارای 25 ساختمان است که ساختمان‌هایی که قسمت شما می‌بینید از سربند شروع شده که ما فعلا در موقعیت شروع غوربند هستیم. این ساختمان‌ها در سربند شامل سربند میباشد، سوپر پسیج میباشد، سیلورا است و همچنان دهنجات است، کلچک‌ها، دیوالای سنادی و کانال‌های سرپوشیده است که از راهی که عبور میکنه آبازی توتندره است، دوغابات است، داخل شهر کونه خود چارکار است، همچنان منطقه چیکل و رباط که این ساختمان ها همچنان شامل 5 ساختمان اجتماعی می باشه که مثل وضوخانه، تصفیه آب و همچنان فرشویی است که این فعلا کار از این وقایع اکمال رسیده و تمام شده که ساختمان های کلان از این که نظر و درخواست خود مردم ضرورت و درخواست خود از اونا بودن که مثل سایت های شهر چارکار می باشه که قبلا با مردم توسط مردم آب از اون ملوث می شد و او را سرپوشیده در نظر گرفت و همچنان ساختمان های دیگه از که الا از سربند از این شروع شده الا قده رباط. یکی از سایت های ما در خود بازار چارکار موقعیت داره، قسمی که شما مشاهده کردید که این نظر و درخواست مردم و شاروال محترم خود ولایت پروان پیشنهاد شده بود که این منظور گردید و اعمار گردید. ما در اینجا چیز مهمی که بود یکی بود که آب از این ملوث میشد توسط ترکویره میشستن و از این استفاده میکردن و کثافات مینداختن و دوم دیگه ما گفتیم درخت‌ها از این قطع نشه، بنابراین به اعمار از این ما کوشش کردیم که از RCC یا ساختمان کانکریت استفاده کنیم که تا طول از این و 214 متر می باشد و عرضش 4.6 متر می باشد و این سرپوشیده در نظر گرفتیم تا به شکل درست و اساسی تکمیل شود که آینده مردم شکنه و همچنان کانال چارکار باید یادآوری کنیم که داخل کانال قبلا در مدت 30 سال از این استفاده نشده بود. حریم کانال توسط یک تعداد مردم غصب کردیده بود، ناآشانی شده بود یا در داخل زمین‌هاشون و باغ‌های از یا داخل شده بود که ما با واسطه نماینده‌های محترم که جایش است که ما از اونا بسیار سپاسگزاری کنیم، تشکری کنیم که همراه ما همکاری کردن که ما دوباره همین کانال ما که قطع شده بود ما حریم از این دوباره جور کنیم، پرکاری کنیم، تحکیم کاری کنیم تا به شکل درستش آب از این عبور کنه و دوباره استفاده کنه مردم که از این آب از این هم به حساب آبیاری استفاده میشه هم به حساب آب نوشیدنی.